بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب صرف به نام بناء الافعال، یعنی ساختن فعل ها. باید که بعد از تمام کردن این کتاب ما و شما با آسانی فعل ها را صرف کرده توانیم، ساخته توانیم. نه، در درس گذشته موضوع اساسی ما از آن عبارت بود که آنجا مصنف فرمود الله رحمتش کند و خمسة منها لملحق تدحرج گفتیم، یعنی و خمسة منها و 5 تای از آنها، یعنی از همون 35 باب 5 باب دیگر هست که اینه میگویند که علاوه به تدحرج بوده است. علاوه به چی؟ علاوه به تدحرج. یا که میتونیم گفتن که علاوه به باب تفعلله. ما باب تفعلله رو گذاشتیم، اینها بابهای علاوه‌ای میگویند. اینا رو فهمیدید؟ و باب یکم رو گذاشتیم، تفعلل یتفعلل تفعللا، هم وزن این تجلبب یتجلبب تجلببا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. علامت باب یکم از 5 تای ملحقات تدحرجه چیست؟ علامتش از آن عبارت است که فعل ماضی را اگر نظر کنید عبارت از 5 تا حرف می باشد با علاوه شدن تا در سرش، در اولش، و دیگر حرف از جنس لام فعل. از جنس لام فعل یعنی که همون لام دو کرته می شود در آخرش. و بناؤه لازم، بنای این یعنی ساختی این برای لازم بود است. در بعضی نسخه ها للمطاوعه هم گفتگی است، فرق ندارد. برای مثال تجلبب زیدون، تجلبب فعل، زیدون فاعل. همین تجلبب بر وزن تفعلله است. اگر هم وزن تفعلله را بینید در برابر لام، یعنی هر دو لام دو حرفی هم جنسه آمده است، یک جنسه آمده است. با تجلبب، یعنی زید جلباب پوشید. ظاهرا این فعل لازم است، لیکن معنا اگر معناش گیریم مفعول طلب است، زیرا که ما گفته ایستادیم که چی گفته ایستادیم؟ گفته ایستادیم که خب زید چرا پوشید؟ جلباب را پوشید. فهمیدید؟ الباب الثانی گفتیم درسی گذشته، باب دوم از 5 باب، تفوعل یتفوعل تفوعلا، موزونه تجورب يتجورب تجوربا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم نحو تجورب زيد. باب دوم از 5 باب از چی عبارت بوده است؟ یعنی تفوعل یتفوعل تفوعلا بوده است. هم وزن این تجورب یتجورب تجوربا می شود. خب و علامت این از آن عبارت بوده است که فعل ماضی او عبارت از 5 تا حرف می باشد. مانند تجورب، اصل تجوربه جربه بوده است، بعد از آن تجوربه شد با علاوه شدن تا در اولش. همون تا افاده متابعت میکند، یعنی که نشانی آن است که فعل لازم است.
و با علاوه شدن واو بین فا و عین. فهمیدید؟ بینای این برای لازم بوده است، یعنی که مفعول طلب نبوده است، احتیاج به مفعول نداشته. این هم همون مانندی باب یکم، ظاهرا فعل لازم است اما معنی چیه؟ متعدی است، مفعول طلب است. تجاورب زیدون معناش می شود که لبس زیدون الجوربه، یعنی زید جراب را پوشید. دید معناش همین خیلی می شود. بله. درس امروزه الباب الثالث، باب سيم، يعني من الخمسة از همون 5 باب ملحقات تدحرجه. تفیعل یتفیعل تفیعلا میشد است. موزونه تشیطان یتشیطان تشیطنا، هم وزن این تشیطان یتشیطان تشیطنا است. و علامته ان یکون ماضیه على 5 احرف. علامت این باب یعنی باب 3 از 5 تا از آن عبارت بود است که فعل ماضی دارای 5 تا حرف می باشد، چون که اصل تشیطانه شیطانه بود است، شیطانه، بعد از آن تشیطانه شد، از کلمه شیطان دیگه. بزیادت التاء فی اوله و الیاء بین الفاء والعین، با علاوه شدن تا در سرش و یا بین فا و عین. فهمیدید؟ و بناؤه للمطاوعه، در بعضی نسخه ها بوده است که لازم، یعنی ساخت این برای لازم بوده است یا که برای مطاوعه. برای مثال میگویند نحو تشیطان زید، تشیطان زیدون، یعنی زید کاری ناجویه کرد. خب زید کاری چی کرد؟ کاری ناجویه کرد، کاری ناخوش کرد. فهمیدید نه؟ همین هم یعنی معناش چی میشده است؟ معناش اگر اهمیت دادگی باشه مفعول طلب می باشد، چون که زید فعل زید فعلا مکروها، یعنی زید کاری ناجویه کرد، کاری نادرست کرد، کاری بیزیب کرد. الباب الرابع، بابی 4 من الخمسه از همین 5 باب از آخر یک تا پیش. تفعول یتفعول تفعولا، همین خیلی بود است. و علامتها ان یکون ماضیه على 5 احرف، علامتی بابی 4 چنین بود است که فعل ماضی آن از 5 تا حرف عبارت است. بزیادت التاء فی اوله والواو بین العین واللام، با علاوه شدنی تا در سرش، در سری همین کلمه، و واو در بین عین و لام داخل شده است. خلاص. و بناؤه للازم فقط، بنای این فقط برای لازم شده است. برای مثال ترهوک زید، ترهوک یعنی زید افتخار کرد. ترهوک زید معناش چی میشده است؟ زید یعنی فخر کرد، افتخار کرد. مثال گریم فخر کردن به اون معنا که مثال به طرف راست و چپ خودش تکان تکان کرده بر رفتنه و میبینه. ترهوک افتخار کرده، فخر کرده، خود پسندی کرده، همه خیلی. فهمیده نه؟ خب با چی بود است؟ الباب الخامس، بابی 5.
از این 5 باب پنجمش یعنی آخرانش. تفعل یتفعل تفعليا میشدست. موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا هم وزنين همین خیلی میشدست که تسلقى يتسلقى تسلقيا. قف در اینجا کسر میگیره مصدره. و علامته ان يكون ماضيه على 5 احرف. علامتی باب پنجم چنین بوده است که فعل ماضی آن 5 تا حرف داشته است. چون که تسلقا در اصل سلقا می شود. سلقا بعد از آن به این باب آوردن تسلقا شد. بزیادت التاء فی اوله والیاء فی آخره. با علاوه کردن تا در اولش و یا که یا یکی مثال بگیریم صورتش صورت یا است. اگر نه اینه میگویم که الیاء المنقلبه الیفا میگویم یا یکی با الف مبدل شده است در آخرش. و بناؤه للمطاوعه. ساختی این باب برای مطاوعه بوده است. معنی لازم بگوید خوب در میشه. نحو تسلقى زید. تسلقى زید. تسلقى زید معناش این که یعنی نام على قفاه. زید با پشت خواب کرد. تسلقى زید معناش میشه است یعنی زید با پشت خواب کرد. فهمیدید ان شاء الله. اکنون یک چیز خاتمه میدهد. مصنف میفرماید که اینش از یادم نکنه نمیشه اما فقط فهمید شده. میفرماید که اعلم ان حقیقة الالحاق في هذه الملحقات انما تكون بزيادة غير التاء. مثلا الالحاق في تجلبب انما هو بتكرار الباء والتاء انما دخلت للمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرج. لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها على ما صرح به في شرح المفصل. خب گوش کنید چی میفرماید. این فرموده ایستاده است معنای الحاق چیست. معنای الحاق چیست همین فرموده ایستاده. اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات. بدون که حقیقت الحاق یعنی علاوه در این بابهای علاوگی آن است که یعنی همین بابها رو برای چی علاوگی میگویند؟ یکون چیز در شکل و صورت اینها علاوه شده است که اینها را بابهای علاوگی میگویند. همون چیز علاوگی تکونو بزیادت غیر التاء. همون چیز علاوه که می باشد با علاوه شدنی غیری تا. هر تایی که شما میبینید در سر این باب ها یا که بگیم همین ملحقات وی نیست، وی را ملحق نمیگویند یا که به خاطر همان شده و یا ملحق نمیگویند. مثلا الالحاق فی تجلبب انما هو بتکرار الباء. برای مثال میگوید الحاق در فعل تجلببه یا مثلا فعل تجلببه را الحاق میگویند ملحقه. از کجا فهمیدن که این ملحق است یا که الحاق علاوگی حرف علاوگی در کجا دیده می شود که این از باب ملحقات میگویند؟ میگوید که انما هو بتکرار الباء. انمون تکرار آمدن با است. با تکرار آمده است. با چی آمده است؟ تکرار آمده است. از تکرار آمدن با فهمیدید که تجلبه چی بوده است؟ ملحقات بوده است. میپرسن که تا چی؟ و تا و انما دخلت. انمون تا وی داخل شدگی است لمعنى المطاوعه. برای معنای مطاوعه یعنی برای خاطر معنای فعل چیکار کردن؟ لازم کردن. یعنی فعل برای فعل لازم کردن میگویم.
كما كانت في تدحرجه. چه خیلی که در تدحرجه بود که مثل گفتیم دحرجه غیلان می شود، تدحرجه که شد غیلید می شود. و فرق کلان است که بین غیلاندن و غیلیدن. غیلاندن شما یک چیزه غیلاندید، فهمیدید؟ هوا دادید، پرت افتید. اما غیلیدن همون چیز خودش چی؟ در جنبش و در حرکت در آمده است. فهمیدید؟ از کجا فهمیدیم؟ از همون تا فهمیدیم. معلوم بشه است که تا الحاق نبوده است. برای همین تدحرجه ملحق نمی شود، اما تجلببه می شود. از کجا فهمیدیم؟ از بوی تجلببه فهمیدیم، نه از تا. اون تا را گویم در تجلببه هم هست و در تدحرجه هم هست. تا فقط برای خاطر فعلی لازم بودنش دلالت کردن آمدگی است. لأن الالحاق لا يكون في اول الكلمه. اونا میفهمند چون که الحاق در سر کلمه نمی شود، یعنی حرف علاوگی که دلالت به آن میکند که فعل از افعال ملحقات است در سر کلمه نیست. تا در کجا است؟ در سر کلمه. معلوم میشه که این ملحق نبوده است. بل فی وسطها. و کجا میدونیم بعد همون حرفای ملحقات کجا میفهمیم که به سبب ویها میفهمیم که فعل از ملحقات بوده است. میگوید فی وسطها در بین کلمه میبیاید. منو چه خیلی که تجلبه بگید دیگه فعلایی که گذاشتیم که تفعل و آخرها. و همچنین ملحق با در آخر می آید. چه که باب آخر خواندیم که تسلقا همون آخر است، دلالت میکند که فعل چه ملحق است. على ما صرح به في شرح المفصل. چه که در این مسئله کشاد و روشن گفتگی است. کی گفته است؟ اینجا دیده همون کسی نگفته در همین کتاب، یعنی ابو عمرو و عثمان بن عمر بن ابی بکر روینی جمال الدین ابن الحاجب گفتگی آدم چه که کشاد و روشن گفتگی است در کتابی به نام شرح المفصل گفتگی. یک کتاب بوده است به نام شرح المفصل. در همین کتاب شرح المفصل ابو عمرو و عثمان بن عمر بن ابی بکر روینی جمال الدین ابن الحاجب همین درباره ملحقات چنین گفته است. یعنی همین گپایی که گفتیم از همون کتاب نقل کرده شدگی بوده است. ما همین یعنی 5 بابی تدحرجه را به آخر رسوندیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.